در نخست سرخط خبرها. نگرانی سازمان ملل از پیامدهای انسانی تنش کابل و اسلام آباد. استیفن دوجاریک میگوید تاکنون 136,000 غیر نظامی از خدمات اولیه محروم شدند. حدود 136,000 نفر در ولسوالی‌های کامدش و برگمتال به دلیل ناامنی و محدودیت دسترسی بیش از 6 هفته از غذا، خدمات صحی و امکانات اولیه محروم بودند. روایت تکان دهنده مهاجران افغان از زندگی در پاکستان. برگشت کنندگان خواستار ایجاد سرپناه و فراهمسازی زمینه کار هستند. در ټول ملت لپاره تعلیم زمینه اول برابر شي ورپسې د کار زمینه و تمدید یک جانبه آتش بس تهران و واشنگتن از سوی امریکا. ترامپ نوشت که آتش بس تا زمان ارائه پیشنهاد تهران تمدید شده و محاصره دریایی ادامه دارد. سلام، به میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز چهارشنبه دوم سور 1405 هجری خورشیدی که مصادف است با 22 اپریل 2026 میلادی. مشروع خبرها. با وجود فروکش کردن نسبی تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، سازمان ملل از تداوم پیامدهای انسانی، جنگ از جمله آسیب به زیرساخت‌های ملکی و محرومیت هزاران غیر نظامی از خدمات اولیه ابراز نگرانی می‌کند. سخنگوی دبیرکل این نهاد گفت که غیر نظامیان و زیرساخت‌های ملکی باید در همه حالت محافظت شوند و هرگز هدف قرار نگیرند. آناهیتا اندر با شرح بیشتر. با آنکه شعله‌های جنگ میان افغانستان و پاکستان تا اندازه فروکش کرده، اما سخنگوی دبیرکل سازمان ملل میگوید که در پی گلوله‌باری پاکستان در بخش‌هایی از ولایت کنر یک مکتب، یک مرکز صحی و یک پایه مخابراتی در ولسوالی دانگام آسیب دیده است. استیفن دوجاریک می‌افزاید که در پی درگیری‌ها میان کابل و اسلام آباد 136,000 تن از افراد ملکی به دلیل مسدود ماندن راه‌ها در 6 هفته درگیری از خدمات اولیه و امکانات صحی محروم ماندند. و همچنان تاکید کرده که بر بنیاد قوانین بین المللی غیر نظامیان و زیرساخت‌های ملکی باید در همه حالت محافظت شوند و هرگز هدف قرار نگیرند. حدود 136,000 نفر در ولسوالی‌های کامدش و برگمتال به دلیل ناامنی و محدودیت دسترسی بیش از 6 هفته از غذا، خدمات صحی و امکانات اولیه محروم بودند. پس از گفتگوهای دوامدار با طرف‌های درگیر، روند انتقال مواد غذایی، تجهیزات طبی و سایر اقلام ضروری به نیازمندان آغاز شده است. با این حال شمار از آگاهان میگویند که پاکستان در قبال افغانستان همواره با سیاست‌های دوگانه و مداخله‌جویانه عمل کرده و ادامه چنین روی کرده از سوی اسلام آباد میتواند ثبات منطقه را بیشتر با چالش روبرو کند. آنان همچنان میگویند که پاکستان به جای فشار و دخالت مسیر گفتگو، احترام متقابل و همکاری سازنده را در پیش گیرد. ریشه اکثر از مشکلات همین پالیسی‌های ناسنجیده شده پاکستان میباشد. امارت اسلامی بر استقلال و تمامیت ارضی کشور همیشه تاکید داشته و پاکستان هم باید از سیاست مداخله و فشار بگذرد، احترام متقابل و همکاری های همه جانبه را روی دست بگیرد. دا خو یو پروژه ده چې د انګریزانو د امریکایانو لخوا په دې سیمه کې رامنځته شوې ده. د دغه پاکستان د دغه جنایاتو پر وړاندې تاسې تر نن ورځې پورې کوم هیواد یا کوم ملګري ملتونه لیدلي دي چې مثلا دوی یوه غونډه دایره کړې او پاکستان د دغه جنایتکارې کړنې یې تحریم کړې وي. این در حال است که قرار بود پس از برگزاری نشست ارومچی میان مقام‌های امارت اسلامی و پاکستان برای کاهش تنش‌ها و ادامه گفتگو دور بعدی این نشست نیز برگزار شود، اما تا کنون هیچ نشانه‌ای از برگزاری دور بعدی مذاکرات دیده نمی‌شود. پس از افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، موج بازگشت مهاجران افغان از پاکستان شدت گرفته و هزاران تن در کمپ‌های موقت اسکان یافته‌اند. بازگشت کنندگان میگویند که با کوله‌باری از رنج و امید به کشور برگشتند و چشم انتظار سرپناه و آینده بهتر در کشور هستند. باز هم آناهیتا
یکی از کمپ‌های مهاجران برگشته افغان از پاکستان است. پناهگاهی برای آنانی که با صدها امید و هزاران درد و رنج دوباره به وطن برگشتند. کسانی که خستگی را در سیمای آنان هویدا است، اما هنوز شعله‌ای از امید در دلهایشان روشن است. در این کمپ هم از چگونگی بازگشتشان داستانی دارند، داستان از رنج، درد و آرزوی داشتن یک زندگی بهتر. جمیل 65 ساله که باشنده اصلی خوست است، نزدیک به 47 سال عمر خود را در پاکستان سپری کرده. او اکنون همراه با 79 تن از اعضای خانواده‌اش به کشور بازگشته و میگوید که پس از برگشت به کابل اکنون روانه خوست است، جایی که با نخستین گریه‌های کودکانه در آن متولد شده. جمیل از امارت اسلامی می‌خواهد که برای برگشت کنندگان سرپناه فراهم کند. خوست ولکه مون مرکز کې کور دی، مونږ د طالبانو نه دا غوښتنه کوو چې ټول مکمل ښه اخلاق استعمال کړي. نن سبا ولې چې په ښه خبره باندې نن سبا انسانان خوشحالېږي، ولې چې د مجر ډېر زورېدلي دي که نه، او دې ته ملک مکمل د ښو اخلاقو نه والا کار واخلي او بیا دې ته زمینه برابره کړي تعلیم. مهاجران دیگر هم هستند که مانند جمیل داستان‌هایی از زندگی در دیار مهاجرت دارند. نعمت الله که روایت‌های رنج آور و دردآلود از آزار و اذیت پلیس در پاکستان دارد، از امارت اسلامی خواست برای مهاجران برگشته سرپناه و زمینه‌های کاری فراهم سازد. ما خو اسلامي امارت نه دا غوښتنه لرو چې افغانانو دپاره بلکې افغانانو نه د ټول ملت دپاره تعلیم زمینه ول برابر شي، ورپسې د کار زمینه. مسئولان این کمپ میگویند که این کمپ گنجایش حدود 20,000 مهاجر برگشته را دارند و تمامی سهولت‌ها برای بازگشت کنندگان فراهم است. خدماتی که برازیا در این بخش میشه کرایشان داده میشه، هم از بار موترا و هم کرایشان در 580 که به هر ولایتی که میخواین برن ما از اینجا انتقالشان میتیم در ولایتشان. این در حال است که افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد بر وضعیت مهاجران افغان در پاکستان سایه افکنده و روند بازگشت آنان به کشور نیز شدت گرفته است، به گونه‌ای که در چند روز اخیر هزاران تن از این کشور اخراج شده و این وضعیت نگرانی‌ها درباره تشدید بحران انسانی و فشار بیشتر بر اقتصاد کشور را افزایش داده است. و در خارج از کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به گونه یک جانبه آتشبس میان امریکا و ایران را بدون محدودیت زمانی تمدید کرد. ترامپ نوشت که آتشبس تا زمان ارائه پیشنهاد تهران و به نتیجه رسیدن گفتگوها تمدید شده و محاصره دریایی ادامه خواهد یافت. در مقابل سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگوید که نیروهای مسلح ایران دست به ماشه هستند. حضرت محمدی بیغش. تنها ساعات تا پایان آتشبس 2 هفته‌ای میان تهران و واشنگتن باقی مانده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تصمیم غیر منتظره به گمانه‌زنی‌ها در مورد تمدید آتشبس پایان داد و آن را به گونه یک جانبه و بدون تعیین زمان مشخص تمدید کرد. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که به درخواست نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش پاکستان حمله دوباره به ایران تا زمان ارائه یک پیشنهاد واحد و منسجم از سوی رهبران این کشور متوقف شده است. ترامپ همچنین بر محاصره دریایی ایران نیز تاکید کرده. به درخواست فیلد مارشال عاصم منیر و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، حمله خود به ایران را تا زمانی متوقف می‌کنیم که رهبران آن بتوانند بر سر یک پیشنهاد واحد به توافق برسند. به نیروهای نظامی خود دستور دادم که محاصره را ادامه دهند و در همه جنبه‌های دیگر نیز در حالت آمادگی کامل باقی بمانند. آتشبس را تا زمانی تمدید می‌کنم که پیشنهاد آنها ارائه شود و گفتگوها به هر شکل به نتیجه برسد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بلافاصله محاصره بندرهای ایران را اقدام جنگی و نقض آتشبس دانست. همزمان با اعلام تمدید آتشبس میان امریکا و ایران، ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده که با توجه به تهدیدهای مکرر ترامپ و فرماندهان ارتش امریکا، نیروهای مسلح ایران در حالت آمادگی قرار داشته و دست به ماشه هستند تا در صورت تجاوز به آن پاسخ قاطع بدهند. نیروهای مسلح ایران از مدت‌ها پیش در آمادگی کامل قرار دارند و دست به ماشه هستند تا در صورت هر گونه تجاوز یا اقدام علیه ایران بلافاصله به اهدافی از پیش تعیین شده حمله کنند.
تمدید آتشبس تهران و واشنگتن با استقبال دبیرکل سازمان ملل مواجه شده. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید که از اعلام تمدید آتشبس استقبال میکنند و این تصمیم گام مهم در جهت کاهش تنش هاست. این گام مهم در جهت کاهش تنش و ایجاد فضای حیاتی برای دیپلماسی و اعتمادسازی بین ایران و امریکا است. دفتر دبیرکل همه طرفها را تشویق میکند تا با عدم نقض آتشبس و مشارکت سازنده در مذاکرات بر این روند تکیه کنند. آقای گوترش امیدوار است که تلاش‌های این کشور به ایجاد شرایط برای یک راه حل جامع و پایدار کمک کند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که میزبانی دور اول مذاکرات در اسلام آباد را بر عهده داشت، از ترامپ به خاطر تمدید آتشبس تشکر کرد. من صمیمانه از رئیس جمهور ترامپ به خاطر پذیرش سخاوتمندانه درخواست ما برای تمدید آتشبس و فراهم کردن زمینه برای تلاش‌های دیپلماتیک جاری تشکر می‌کنم. پاکستان به تلاش‌های جدی خود برای حل و فصل مناقشه از طریق مذاکره ادامه خواهد داد. من امیدوارم که هر دو طرف به رعایت آتشبس ادامه دهند و بتوانند در دور دوم مذاکرات برنامه‌ریزی شده در اسلام آباد برای پایان دائمی مناقشه و یک توافق صلح جامع دست یابند. تمدید یک جانبه آتشبس از سوی ترامپ در کنار تداوم فشارهای نظامی و هشدارهای متقابل تهران نشان می‌دهد که وضعیت همچنان شکننده و ناپایدار است. با این حال استقبال بازیگران بین المللی و ادامه تلاش‌های دیپلماتیک امیدها برای رسیدن به یک توافق سیاسی و کاهش تنش‌ها را زنده نگه داشته. اما آیا این تصمیم ترامپ عقب نشینی تاکتیکی است یا فریب برای حمله دوباره؟ رسیدیم به آخرین بسته خبری از میز خبر آفاق. وقت بر شما خوش.